راحت ترین و سریع ترین روش پخت میگو همین میگو سوخاری چوبیه. راحت، فوری، بی دردسر، بدون کثیف کاری تو کمترین زمان. سلام، من راحت پزم. اول ادویه ها رو به میگو اضافه میکنید. ادویه ها رو توی کپشن براتون نوشتم: زعفرون، نمک و 2 قاشق روغن. 1 ساعت بره استراحت. بعد از 1 ساعت میگو ها رو داخل سیخ چوبی مرتب و به یه ترتیب داخل سیخ میزنید. 2 تا تخم مرغ رو هم میزنید از لختگی در بیاد. اول میگوها رو داخل تخم مرغ میزنیم، بعد پودر سوخاری که خیلی هم ریز نباشه. میتونید دوباره این مرحله رو انجام بدید، دوباره داخل تخم مرغ و دوباره پودر سوخاری بغلتونیدش. روغن رو میذارید داغ بشه. میگوها رو با همون سیخ چوبی میذارید داخل روغن. هر طرفش 2 دقیقه که سرخ بشه کافیه. بیشتر اگر سرخ بشه میگوتون سفت میشه. من کنار این میگو سوخاری یه کته شوید پلوی نابم درست کردم که خیلی با میگو میچسبه. حتما امتحانش کن. نوش جانت.